چرا اینقدر دراز دوام کرد؟ با یاسومان یگان کار نشده باشد. خدایا طاقتم تاق شد. سرم، ما انسانی عاجز. به هر کار صبر کردنمون لازم. باید دعا کنیم. فقط از خداوند مدد طلب میکنیم. خداوند عزیز و مهربان است. زنده ماندن نماندن یاسمن را خداوند خودش میداند. نشود باز خیلی نتیجهش رو بینم چی بشود. خونم داشته گرم نوشید. تشکر. نوشت خنک می شود آخی؟ نه نمیخوام. سرم در بلا ماند. از آمدنم خوشحال نشدید به فکرم همین خیل؟ چرا این خیل میگویی پینار؟ نمیدونم از وقتی آمدنم با من حتی گپ نمیزنید. با من گوش کن، حالم خوب نیست گفتم. دیدی طبی خودت رو هم خیره کردی. میبینی تو رو پشیمان خواهم کرد. من در نزدی و دامو نویسی تو سرخم نمیکنم. اما گلوش دیگر ندارم. هیچ گپ نیه وقتی کم مونده. دلی نگذشته من زندگی خواهم کرد در این خانه. سوالهایی رو آرزو نمیکردم اگر اینک دخترم در نظر میشسته است. اما نمیدونم چرا غمگینم. هر قدر خود را از دور سازم همون قدر دورتر می شود. هر چند رو به خود نزدیک می خواهم کردم اما نزدیک نمی شود. آرزو همه دروغ بودن مگر کی آمده باشد؟ نمیدونم. حاضر می بینم. کی آمدن؟ دامادتان آمد. به داماد یگان جا رفته میشد خانم آسیبو. حضر السلام علیکم. جراحی تمام شد. آرام باشید آرام. همسرم چی خیلی؟ نگران نباشید. حالت خانم یاسمن خوب است. کمتر پس دکتر با شما صحبت میکند. سلامت باشید. تشکر. اکنون دیدی حالش خوب بوده است. خداوند را هزاران. پدر جون از همه مهمی که زنده مانده است حاضر باشد. یاسمن را در مهلت کوتاه در خانم دیدن میخواهم. در خانم مرا فهمیدید؟ یک بار رویش رو میدیدم. همش خوب میشود. تو حالا هم عقل را میخواهی؟ این خیلی باشد از پس کار شو. چرا نمیبرایم؟ نگران نباش. فرزندانم خب نگاه کن آنها را.
فرزندانم یاسمن خانم یاسمن خدا شفا دهد. فرزندانم زنده هستند. این یک معجزه شد. فرزندانتون صحت سلامتند. هر دوشان زنده موندند. با خدا چای آب چیزی یابم دم کرده میبرم، اما اون ناز کردن نمی نوشم میگوید. اکنون شیر رو میبرم، انشاءالله که اینش را می نوشد. نه تو نگران نباش، یک دقیقه هم از نزدش دور نمیشم. نه ها برایت یک مژده دارم. کمال اینجاست. از کجا دارم؟ از کسی شنیده آمده است؟ آقای کمال در اینجا چکار میکنید؟ من برای خواب کردن اتاق میکابم. حضره خواب شما در بالاس پینار نگفت؟ همین خیل؟ بله. این خیل باشد من برایم. شما بگذارید. میایم من از تلفن رو خاموش میکنم. خیلی شیر تیار کردم برایتان، گرم گرم نوشید. من شیر رو ناز نمیبینم کو. فراموش کردم. تشکر، زحمت کشیدی. خب این خیلی باشد، این را تو نوش. احمق تو گناهت رو به هیچ کس نمیدی. با فکرم یکم زهر دارد. تو چی گفته ایستاده ای؟ این خیلی باشد میدانی. اول تو نوش، بعد من میفهمی. رفت اینجا از تو بویی بده. شبت رو روز کنم، پگاه از اینجا دفع شو. برای چه تنها ایستادن میخوایی؟ یکان کاری مهم داری؟ بهوده چیزی رو ندونسته گپ نزن. بیچاره عصبهایش خراب شده است. برای تسلی آمدم. برای تسلی آمده باشی؟ برای چی بد خوب نگاه نمیکند؟ یعنی که بینتون یکان مشکل به در آمد. با من گوش کن، اگر سرم رو گرن کردن گیری با این پولیش بوی کردن رو میکشم. کنار بهوده گپ نزن. یاردم کن بیشتر احساس کنیم. یاردم. من از اینجا ماندن ندارم. من فریده رو چخل از اینجا میبرم، همون را فکر میکنم. اینها هم وقتی اومدنشون روی افتاد. به هر حال شب روز شود.
باشد. میکند این کنار است. ما رو تنها نمیگذارم. همزین فانمی یگون تاشون این دفت نیستند. همراه پدر و مادرشون هستند. همه وقت یک جای زندگی میکنند. ما حتی خونه خود رو نداریم. کمی در خونه خانم اسیمی هستیم، کمی در خونه امکی ایهن، کمی در اینجا. چرا تا حال نخوابیدید؟ خوابمون نمیبرد. چیه میخواید با شما الله گویم؟ ما کودک هستم اگر. حکایه خانم. بله پدر جان خانه. خوب که کودک نبوده ایده. خیر کدامش رو خانم؟ اینش خوب می نماید. نام حکایه همان سیری انگشتری. در زمانهای پیش پادشاه به نام سلطان سلیمان بود. سلطان سلیمان پیغمبر یکی از قومهای بزرگی فرزندان اسرائیل بوده. زبان تمام حیوانات را فهمیده به شمال حکم میکرد. صاحب قصر زیبا و صندوقهای پر از طلا بود. یک روز در تخت نشسته وزیرهایش را جیغ میزند. با شما یک سوال میدهم. کسی از بین شما جواب دهد وزیر دست راست من میشود. وزیرها با دقت گوش میکنند. حضرت سلیمان دوام داده گفت با من چیزی را گوید که اگر انسان خرسند به آن نگاه کند زیغ شود و اگر غمگین باشد خوشبخت شود. آخر اینو ممکن است؟ ممکن است، من اون رو یافتم. مثلا چطور؟ مثلا مادرم اگر روزی شاد من زیغ میشم، خرسند شاد من خرسند میشم. اصلا یافته؟ کنی بینیم یافته است. از بین چند ماه میگذرد. از کسی سر و صدای نمیبراید. بعضی از وزیرها حتی سوال را فراموش میکنند. اما یک نفرشان هر روز در فکر همین سوال میگردد. هر کس را بیند همین سوال را میپرسد اما کسی نمیداند. حتی پدر کنی خونه مایلش تا با یک سوداگری روبرو شدنش. وقتی که وزیر از نزد یک دکانی میگذرد او را پیرمرد فریاد میکند دکانی مرا دیدن نمیخواهی جناب؟ مالهای خوب دارم جناب. وزیر گشته نگاه میکند. بعد تبسم کرده چنین جواب میدهد مالهای تو به درد من نمیخورم. من چیزی را میکابم کی؟ وزیر این را گفته پشتش را گرداندن میخواست اما فروشنده باز صدا کرد هیچ نباشد یک بار بین. معلوم نیست شاید یگان چیزی برایت لازم بوده را یابی. وزیر برگشته آن سوال را از فروشنده میپرسد با من چیزی لازم است که اگر او را بینم غمگین باشم خرسند شوم و اگر خرسند باشم زیغ شوم. این را داری؟ پیرمرد خندیده از مالهایش یک انگشتری را گرفته با وزیر دراز کرده شاید همین را میجویی میگوید. وزیر انگشتری را گرفته نگاه میکند. در بالایش 2 سطر نوشته شده است. آن را با آوازی پست میخواند. یک و یک بار چهره غمگینش شاد میشود. در آن چی نوشته شده؟ اشته من هم دانستم میخوام. وزیر انگشتری را گرفته میدود. راست با قصر رفته به نزد حضرت سلیمان میدراید. حضرت سلیمان آن وقت در تختش نشسته در اطرافش خدمتگارها نمودهای گوناگون خوردنی ها را گرد آورده پیشکش مینماید. وزیر فریاد میزند یافتم سلطانم یافتم. حضرت سلیمان از جایش خیسته با او نگاه کرده است. وزیر انگشتری در دستش بوده را با او دراز کرده میگوید این است جواب سوال شما. حضرت سلیمان انگشتری را گرفته نوشتجاتش را میخواند. آن وقت خرسندیش با غم و اندوه مبدل میشود. پدر دیگر خونه در آنجا چی نوشته شده؟ اشتا حضرت سلیمان با قصری با حشمتش به خدمتگارهای در اطرافش بوده با انواع خوردنی ها نگاه کرده خود به خود
اینش هم میگذرد میگوید. بعد از این نه از انگشتری نه از آن وزیر دور نمی شود. این نشان بگذارم. بله، یعنی مادرم برمیگردد. باز همه یک جویه میشه، یعنی تا نپذار. بله پسرم، اینش هم میگذرد. اینش هم میگذرد. آقای کمال؟ آقای کمال؟ مرحمت. با فکرم در پای اون کسی شکل جانم صدا میآید. چی گفت شده؟ خانم موسی از پایان صدای شنید، از من رفته بینم. گربه است، گربه. حاضر. خوب شد که آقای کمال هم آمد. بله خوب شده است. کمال؟ او کجا شد؟ من طاقت کردن نمیتوانم، رفته میبینم. کمال؟ چی گپ شد؟ شمال بود، از شمال. تمامی حجره ها رو دیدم، چیزی نیست. پس چرا تو در هیجانی؟ جانم خیلی هیجان. آخر یک بار از پیشم بار آمدی، ترسیدم. تمام. بیا. میلش، خانم موسی از سوش نرفته زودتر برایی. چی بوده است؟ شمال بود، از شمال در را پوشیده صدا برآورده است. بله. مرحمت، از شرکت می آیم. این صبح باید با خانم آسیا وا می خوردم. در خانه نیستم، به من هم یگون چیز نگفتم. ای خدا، خیر کی بر می گردم؟ ممکن است در درون انتظار شوم. زود بر نمیگردم گفتم. به دهه جمهوریت رفتم. حتی گفتن که یک چند روز آنجا میمانم. به دهه جمهوریت؟ لیکن کار مهم داشتم. خیر هیچ گپ نیست. به زمین‌های کشاورزی رفته است. روز بخیر. تشکر.
کمال؟ کجا شده باشد؟ صبح بخیر؟ باید زودتر از اینجا رویم. برادر کمی زودتر رانده میتوانی؟ شما با کجا میروید؟ با بیرون با سیر میروم. لیکن من صبحانه آماده کردم. نه گرسنه نیستم. کمی سیر کنم شاید گرسنه شوم. بعد یک جای صبحانه میخورم. اینطور میشود مگر؟ یک دو لقمه گیرید قهوه هم آماده میکنم هوشیار میشوید. نه نمینوشم پینور. در آشخانه من در این دیدم شربتش رو آماده کنم. نمینوشم پینور. شربت رو من ناز نمیبینم. دوست نمیدارم. خیر میلش اینطور باشد من هم با شما میروم. حاضر پالتوام رو گیرم؟ ای پینور جان نمیخواهم میگویم چرا اصرار میکنی؟ شما ما رو زیخ کردید. هوای اینجا با شما فایده نکرد. بیایید چیزهای ما رو جمع کرده به خونه برمیگردیم. آخر اینجا جای عجایب بوده است. چیزی نیست انسان دلگیر میشود. کمال کمال زودتر چیزها رو جمع کن و استانبول میرویم. من رفتن نمیخواهم پینور. آقای کمال من هم اینجا. لطفا پینور رو گرفته به استانبول برگردید. کی رو؟ ما رو؟ بله یک جای التماس. چی من؟ شما مرا دیوانه میکنید. لطفا من حالا میروم. وقتی که برگشتم التماس شما اینجا نباشید. استراحت میخواهم کردم. همین طور یعنی میلش؟ نادرست نفهمید. میلش این به شما دخل ندارد. باور کنید کسی رو دیدن نمیخواهم. برای فکر کردن به تنهایی احتیاج دارم. آقای کمال فکر
به این هم برای فکر کردن وقتی زیادی خواهی داشت. از حاضر شروع کن. بیا چیزت را جمع کن و استانبول میرویم. من نمیروم. اینش برای چی؟ آخر ما را پیش کرد. تو چه انسانی بروی هستی؟ من کار دارم کنار. اما اگر رفتن خواهی تو رو به اتوبوس برده سوار میکنم. به کجای خواهی نامدش؟ به خیر است. چی کار بوده است؟ خیر هرچی باشد با تو مشغول نمیشم. این خوب شد. من هم در این وقت از فرصت استفاده کرده فریده را از اینجا میبرم. اویلادور هستی؟ اویلادورم اکا. فرزند داری؟ یک پسر دارم. خداوند برکت دهد. آمین. با شما هم. فرزند داری چه خیل است؟ چه خیل گویم اکا؟ هیچ فکر نکردم. شکر خوب است. شما ندارید؟ دارم اما یکم بر با آغوش نگرفتم. یکم شب نخیستم گریسته باشد. نه زحمت فرزندداری رو کشیدم نه فکر کردم. حتی برای خواب کردنش هم حکایه نخوندم. یک شب که خوندی میخواند هر شب خوندی. خواستن گیرم. کاش که در نزدم میبود. هر شب میخواندم. حاضر به حالم نگاه کن. همین قدر وقت بیهوده زندگی کردم. عمرم بیهوده گذشت. سلامتیتون خوب باشد اکا. انسان بعضن وقت خطا هم میکند. حاضر من برای خطاگیم را اصلاح کردن میروم. دیر هم باشد خطایت را فهمیده ای. مهم همین است. انشالله با مقصدتون میرسید. انشالله. هیچ وقت عائلت را نپرتا. عائلت را صاحبی کن. در این دنیا بغیر از عائله چیزی مهم نیست. گرسنگی، دشواری، ناداری همش با آنها خوب است. مرا از خونه پیش کرد. چه؟ دلگیر شده است. تنها بودن میخواد. اما من با او چیکار کردنم را میدونم. چیکار میکنی؟ او رو به یکان جای تنها روان میکنی. با کجا؟ با محبس. تو در حال با آدمانت زنگ زد. از روی آسیا شکایت کنم. چه خیلی باشد جسد معلوم است. قاتل هم معلوم است. آفرین. چرا اینقدر خودمان را زحمت میدیم؟ برای چی زحمت دهیم که حالا بینم به خلاصگر زور شود. مرا رها کنید از اینجا گویم. میلش کمال در بیرون انتظار است. من حاضر میآیم.
برادر یک چند دقیقه انتظار بله میشه. انتظار میشه آمد. با چیه گپ زدی؟ گپ زدم، جدا شدنم رو گفتم. رنجید. گریان شد، از پسم بسیار گریه کرد. دیگر دخترم رو فراموش کن ایهان. هرچی بینمون بود گذشت. اینها را گیر. این پول برای حیات نو آغاز کردنت بسنده است. با یگان جای دور را تو را دیگر نبینم. بار دیگر با آسیا تو را دیدن نمیخواهم. این دفعه تو را میبخشم. اگر فهمم که آمده ای دلم نمیسوزد، جانت را میگیرم. اکنون را
یگان کس هست؟ میبرایم از اینجا، خلاص میشوم. اوسیا انتظار شو، البته اگه ماشین میگذارد. اگر نگذارد یگان بار کش رو من کن. من رفتم. احمقیت رو کرد. باز شرم نداشته خود رو بر بیستون. رفتی دیگر بر نمیگردی. به خانه آمده ای، انگشترینم را آورده ای. آسیا، قسم میخورم که دخترم اینش موزچی. چی گپ اینجا؟ آسیا قرقای اونو شمایید؟ بله منم. از بالای شما شکایت کردم با ما به شعبه میروید. آقای کمیسر در کدام اساس؟ نمیدونم، همش رو در شعبه میفهمید. سببش رو نگویید، نمیرم. خانوم التماس مرا مجبور نسازید. بیایید با ماشین گذارید. جزدانم رو گیرم.
خبری دادستان درست برآمد. برای جای حادثه رو تفتیش کردن گروه را جه زنید. خوب شده است. 312 مرکز حادثه نامبرده درست بوده است. برای تفتیش گذراندن در جای حادثه انتظاریم. زود جمع شوید بچه‌ها، میرویم. همه تیار شوند. آسیا نگران نباش، من هم از پست میآیم. آقای کمیسر، او را به کجا میبرید؟ به شعبه پلیس میبریم. میرویم بچه‌ها، زودتر بیایید میرویم. خوب میرویم بچه‌ها. رفتیم. یگون واقعه شد. زود باش برادر، زود باش، وقت رو از دست ندهیم. کی رو میبرند اکا؟ اون زن کیست؟ همسرم است. یگون پیشروی است؟ حادثه در زیر نظارت است. به مرکز رفته شدیم. اینجا چی گپ است؟ کمال جان غیب زنه، اینجا جایی تو نیست. مرد یگون شناستون است. بله شوهر. Varsın görmesin gözüm. Farida! Kalbimden vuran şikarım. Varsın! Varsın değmesin elim. Yarım ağlatan saçım. Varsın güneş doğmasın. Üstümde kalsın ahım. Varsın sabah olmasın. Ben çekerim günahı. Bana tekrar tanrımda güzel belki yar aşkının esiriyim ben ki belki o sevdana esiriyim belki yar dermansız bir dertliydim. در همین جایم دخترم، در نزد هستم. اصلا دیگر مرا ترک نکنید پدر. دخترم این کارو کی کرد؟ کی تو را به این احوال آورد؟ پدر جان بیا میگریزم میکشم. کسی به تو ضرر نمیرساند، کسی به تو دست نمیرساند. پینار پینار؟ این کارو پینار کرده است؟
پدر میروید برو به خانم آورید. مایلش دخترم مایلش حسابی همش رو میدیم همش رو. برادر و شعبه پلیس نمیرویم برمیگردیم. چی؟ باید شوهرم می اومد کمی انتظار شده می توانید؟ اگر دونم می آیم شما گذارید. وقتی که من می اومدم ادوکات سر و سیما می برآمد. یا اینکه تو با اشیل در خصوصی دستگیر شدن اوستیا گفتی؟ تو دیوانه شده ای. اگر میفهمید ما را گمانبر شده دیسک را گرفته با پلیس میرفت. خیر چی کار میکنیم؟ پینار اگر من نمی بودم تو چی کار میکنی؟ تو به غضب آمده به پلیس خبر دادن را میدانی دیگر هیچ چیز را نمیدانی. ایشیل را برای چند روز به خارج فرستادم. یک برنامه خوب یافتم و او هم راضی شده رفت. کاری خوب کردی. وقتی که برگردد اما جونش رو در پشت پنجره میبینم. بله با نوبت میرویم. اول فریده بعد اوسیا. ایشیل هم یک چند روز نیست. یگانه خطرمان ایهن است. باید علاج او را هم یابیم. آدم هایت را فرستاد. حاضر در راه هم. وقتی آدم با یک زبان گپ میزنند کارها خیلی خوب میشود. خانم اوسیا خوب هستید؟ سبب اینجا بودنم رو گویید خوبتر میشم. خواطر نشوید وقتمون زیاد است صحبت میکنیم. اما در اول گویید که فریده افیگل رو میشناسید؟ بله او خدمتگاری خانه هم است. باری آخر او را کی دیده بودید؟ 4-5 روز میشود. برای چی میپرسید؟ با فریده یکون واقعه شده است. ما هم همه رو دانستن میخواهیم. در بینتون خصومت بود؟ یگان مسئله قرضی، جنگ و جنجال، یگان نفهمی؟ نه نبود. یعنی برای با فریده فکر ضرر رساندن یگان سببی نداشتید همین طور؟ این چی معنی دارد؟ شما مرا با چی گناهکار میکنید؟ خانم اوسیا از بالای شما شکایت کردم. چه شکایت؟ شما رو با جرم فریده افیگل رو دزدیدن و با جان از ضرر رساندن دستگیر کردم. شما چی ها میگویید؟ خانم اوسیا در زمین های شما یک خانه سوخته پیدا کردم. همان طوری که به ما خبر دادم. اگر از درونش جسد پیدا شود کارتون مشکل می شود. من چطور این کار رو با فریده روا میبینم؟ شما چی ها میگوید؟ چطور با فریده چونی رفتار کرده میتوانم؟ شما چونتانتون رو بدونید؟ چطور این فکر میکنید؟ چرا این خیلی فکر میکنید؟ من چی با فریده چونی رفتار میکنم اگر من خواهد روز بخیر شعبه پلیس است. میخواستم از احوال آسیا کاراکوینلی با خبر شوم. همسری سابقش هستم. میلش هیچ نباشد خوب بودنش رو دانستن میخواستم. میلش من دیرتر زنگ میزنم. مادرت رو در نیمه راه گذاشتم. اما این دفعه سبب سزاواری دارم. در آخر وعده هم رو اجرا میکنم. هر دوی از آن رو یک جا میکنم. آنهایی که در بینتان در آمده و تو این کار رو روا دیدن جزا میدیم. دیگر هیچ کس شما رو غمگین نمی کند. این عمری 2-3 روزه فدای هر دوی شما بود.
انم مادرت میخواستم به چشمانت نگاه کرده به تو گویم، میخواستم از دستت گرفته تو را به نزدش برم، اما نصیب نبوده است. من ادوکتش هستم. به خانم آسیا چی شده؟ ساعت دیل گذرونیدن. از پس ما بیاید؟ مایلش